این رودخونه دقیقا روبروی خونمونه. خونه ما اون ته و ما از اینجا از رو پل میخوایم بریم و سمت این صندلیه که خیلی قشنگه، باور نکردنیه و جاتون خالیه اینجا. الان ماهی نیست، هست ولی شاید کوچولو باشه. یه ذره من صدام گرفته برای اینکه سرما خوردم، عادت ندارم به هوای اینجا. یه دفعه بارندگی شدید میشه، بعد یه دفعه هوا گرم میشه. بیا ببینم چه انتخاب کردی. الان وایسی دستم تمیز کنم. زنگ شاوی شهابچنگ که رنگش ایرنگی، من آن رنگش رو دوست ندارم ولی خب این مهم. وای کن. من فکر کنم بیا بریم وسایلتو بردار، بیا بریم خونه. بیا پشت سر من بیا. بله دیگه، الان چرا که اینجا بلد نباشم. من بدی قورباغه مخوره. بذار بریم خونه، بذار به بابا بگم. خیلی بچه بدی شدی. بریم ببینیم که ادامه را چه شکلیه. خلاصه که هرچی از قشنگی اینجا بگم کم گفتم و خدا رو شکر میکنم برای اینکه یه همچین تصمیم بزرگی گرفتم. خدا خیلی با من یار بود و امیدوارم که اون چیزی که خیره و بهترینه همچنان سر راه من قرار بده و خوشحالم که همچین تصمیمی رو با خانواده‌ام گرفتم. کارگر داره کار میکنه برامون کار کنه. بیا برو اون با خریدت وسط زیبایی های تو برات یه آشغال خرید اینقدر. بیا برو اون بر. بیا دیگه قرار نشد. برو. ببین من هم که جلو من پوتین پوشیدم. بفرما شما برو. ما از این ور دور میزنیم میریم اون بالا. نه اونجا میریم. خب دیگه دور میزنیم میریم بالا دیگه.